میدونه که برای بیرون اومدن از اند باید دراگونو بگیریم بکنیم. اما نکته که کمتر کسی بهش دقت کرده مربوط میشه به اسم اچیومنتی که با این کار به دست میاریم توی دی اند. اینجا سوال پیش میاد که ما الان دقیقاً چی آزاد کردیم؟ برای فهمیدنش باید یه نگاهی به سازهای ان سی تی بندازیم. همونطوری که مشخصه تمام استراکچرهای ماینکرافت توسط پلیرها یا بیلدرهای باستانی ساخته شده. پس احتمالاً بعضی از اونها تونستن وارد اند بشن، این استراکچرها رو بسازن و حتی دراگون‌ها رو بگیرن بکنن. ولی انگار آخرین دراگون باقی مونده با استفاده از قدرت کریستال های اند پورتال رو میبنده و میگه عجی لا ترجیح از این جور چیزا، گو خورده کسی پاشو بذاره بیرون از اینجا، انا همتون رو تبدیل میکنم. میگن که این کار اجرا نبوده و اونا به خاطر خوردن میوه‌های اند به مرور زمان این شکلی شدن که خب این یعنی اندرمنا همون پلیرهای باستانی ماینکرافتن. نشون به اون نشون که حتی سعی میکنن با همون حرف بزنن، یا حتی بعضیشون سعی میکنن بهمون کمک کنن که شاید بتونیم یه جوری از این نفرین لعنتی آزادشون کنیم. باشه میتونی مال خودتو بهم بدی؟ اینو قطعا هر پلیر